سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبین عزیز آکادمی گلدر پرو. با قسمت ششم معرفی متد معاملاتی اکت در خدمتتون هستم. تو این قسمت میخوایم به بحث بسیار مهم روانشناسی معامله‌گری بپردازیم. قصد دارم این قسمت روانشناسی معامله‌گری رو توی 2 بخش خدمتتون ارائه بدم که این هفته بخش اولش رو بهش میپردازیم و هفته آینده بخش دوم و بخش نهایی رو خدمتتون ارائه میدم. در واقع میخوایم به این 5 سوال پاسخ بدیم. چرا همیشه بعد از یک ضرر بزرگ اولین چیزی که به ذهنمون میاد جبران سریع اون ضرره؟ چرا وقتی بازار به نفع شما حرکت میکنه احساس میکنید باید بیشتر از حد معمول وارد معامله بشید؟ سوال بعدی اینه که چرا وقتی با ضرر مواجه میشید میخواهید هر طور شده بازار رو به نفع خودتون برگردونید؟ چرا وقتی قیمت بازار به طور غیر منتظره تغییر میکنه احساس ترس و استرس میکنید که ممکنه فرصت رو از دست بدید؟ و سوال آخر، چرا در لحظات بحرانی به استراتژی خود پایبند نمیمانید و تصمیمات سریع و غیر منطقی میگیرید؟ با ما تا انتهای ویدیو همراه باشین تا به تمام سوالات شما پاسخ بدیم. من مسعود روحانی هستم. از سال 2024 وارد بازار فارکس شدم. 7 ماهه که دانشپذیر و معامله‌گر آکادمی گلدر پرو هستم. تخصصی نماد XAU به USD رو کار میکنم و متد معاملاتیم هم متد معاملاتی اکت هست. دانش آموخته رشته مدیریت بازاریابی و توسعه بازار در مقطع PhD هم هستم. احساسات رایجی که تمام معامله‌گران در بازارهای مالی با اون دست به گریبانن و تجربهش میکنن بیشتر از این 9 موردی که میخوام بگم نیستش. مهمترین احساسی که هر معامله‌گر در تمام طول دوره معاملاتی خودش تجربهش کرده احساس ترس هست. بارها شده معامله‌گر تحلیل خودش رو انجام داده، اوردر خودش رو توی نقطه‌ای که پیدا کرده سفارش گذاری کرده، اما به محض اینکه بازار داشته به اوردرش نزدیک میشد اوردر خودش رو برداشته. یا فرضاً یک معامله‌ای رو با ضرر ازش خارج شده و این لنگر ضرر تا روزها و بعضاً تا هفته‌ها با معامله‌گر بوده و معامله‌گر ترس از معامله کردن داشته و انواع ترس‌ها که تو قسمت بعدی به شکل خیلی عمیق‌تری در رابطه با احساس ترس ما صحبت میکنیم. احساس بعدی که معامله‌گرا تجربهش میکنن احساس طمع هست. در واقع واقعیت اینه که این حس طمع در تمام انسان‌ها در ابعاد مختلف زندگی حضور داره. خیلی جالبه، یه اصطلاحی بین معامله‌گرا هست که میگن از روی بررسی چند تا معامله یک معامله‌گر شما میتونید به تیپ شخصیتی اون معامله‌گر پی ببرید. یا حتی میتونید اونایی که حالا تو فضای روانشناسی عمیق‌تر هم هستن وقتی چند تا معامله یک معامله‌گر رو ببینن میتونن پیش بینی کنن که رفتار این شخص در حالا زمینه‌های دیگه حتی میتونه به چه شکل باشه. انقدر اهمیت داره. معامله‌گرا وقتی معامله با سود دارن اون حس طمع‌خوییشون خیلی حضور پیدا میکنه و میخوان که هی سود بیشتر داشته باشن. در واقع اون قناعت خودشون رو نادیده میگیرن و اون طمع به شدت حضور پیدا میکنه و یکی از اصلی ترین دلایل ضرر معامله‌گرها همین حس طمعی هستش که توی این بازارها بسیار وجود داره. حس رایج بعدی حس جبران یا انتقامه. خیلی از این احساسایی که دارم خدمتتون میگم یک همپوشانی با همدیگه دارن یا مثل یک دومینو به همدیگه وصلن. جبران یا انتقام باعث میشه که معامله‌گر یک روزی به هر دلیلی اون فرصتی رو که باید شکار میکرده رو از دست داده باشه. به شدت دنبال اینه که در یک جای نادرست وارد معامله بشه، دیر وارد معامله بشه یا زود از معامله خارج بشه. یا یک ضرری رو در یک روز داشته میخواد هر طور شده اون ضرر خودش رو جبران کنه.
در صورتی که در اکثر مواقع نه تنها اون ضرر اون روزش رو جبران نکرده بلکه ضرر رو ضرر گذاشته. احساس مهم بعدی که معامله‌گرا تجربه میکنن اضطراب و استرس هستش. معامله‌گرها تو خود همین آکادمی گلدر پرو بارها شده که استراتژی رو به درستی پیاده کردن، تحلیل‌های خودشون رو به درستی انجام دادن و بهترین نقطه ممکن رو برای سفارش در روز پیدا کردن و حتی سفارش خودشون رو هم ثبت کردن. اما اون اضطراب و استرسی که کلاً تو شخصیتشون هست باعث شده که اوردر خودشون رو پاک کنن و موقعیت رو از دست بدن. همینجا باید این نکته رو خدمتتون بگم، اگر شخصیت انسان‌ها رو از بعد ریسک پذیری و ریسک گزیری توی یک طیف در نظر بگیریم، افرادی که به شدت ریسک گریز هستن، واقعیت قضیه اینه که برای این بیزینس، برای فعالیت تو بازارهای مالی، واقعیت اینه که مناسب نیستن. تو آکادمی گلدر پرو که ما اومدیم ریسک ها رو محدود کردیم و تضمین میکنیم که معامله‌گرها اینجا پولشون رو از دست نمیدن، با این وجود هم باز هم افرادی که عرض میکنم توی این طیف انتهای طیفن، به شدت ریسک گریزن، تو این بازارها واقعیت اینه که اذیت میشن، نمیتونن تحمل کنن. این اضطراب و استرسی که دائما باهاشونه باعث میشه که موفق نشن. احساس بعدی احساس شک و تردید هست. در واقع این شک و تردید یک نسبت مستقیم با ترس داره. هر چقدر احساس ترس در معامله‌گر بیشتر باشه، شک و تردیدش هم بیشتره و اینا یک نسبت رفت و برگشتیه. هر چقدر کلاً معامله‌گر خودش رو و تحلیل خودش رو باور نداشته باشه، ترس اون در بازار بیشتره و هر چقدر نسبت به خودش باور بیشتری داشته باشه نسبت به تحلیلی که داشته، خب به تبع ترسش هم کمتره. من همینجا بگم، تو جلسات قبلی هم بارها اشاره کردم، ما در آکادمی گلدر پرو و در متد معاملاتی اکت تمام معاملاتمون پندینگ هست، سفارشی هست. به هیچ عنوان ما معاملات اینستنت و فوری نداریم. یعنی معامله‌گرا تحلیل خودشون رو که انجام دادن، سفارش خودشون رو ثبت میکنن. پس بارها پیش میاد که این حس شک و تردید و زمانی که حتی سفارششون رو در نقطه درست گذاشتن تجربه کنن. احساس رایج بعدی احساس جاموندگی هست. همون سفارشی سازی و معاملات پندینگ خیلی باعث میشه که معامله‌گرا بلخص تو آکادمی گلدر پرو تجربه که ما داشتیم این احساس جاماندگی رو تجربه کنن. اوردرشون رو در جای درستی گذاشتن ولی با 50 پیپ یا 100 پیپ نمودار قیمت نزدیک اوردرشون شده ولی اوردرشون رو فعال نکرده و پیوت اتفاق افتاده و بازار مسیرش برگشته و معامله‌گرا از سودای خیلی خوبی که میتونستن داشته باشن علی‌رغم تحلیل درستی که داشتن جا موندن و این احساس بسیار احساس سنگینی هستش که معامله‌گر تجربه میکنن. یه خبر خوب بگم، در واقع جی پی استراتژی اسیستنت یا همون GPSA که تا حالا روزهای آینده، هفته‌های آینده در آکادمی گلدر پرو منتشر میشه، یکی از کارکردهایی که داره اینه که معامله‌گرهای آکادمی گلدر پرو این احساس جاماندگی رو دیگه تجربه نکنن. احساس بعدی احساس پشیمانی هست. نسبت مستقیم داره با همون احساس جبران یا انتقام. در واقع معامله‌گرا بارها شده که اوردرشون فعال نشده یا اوردرشون فعال شده و با تو سود خوبی رفتن و زمانی که معاملهشون تو سود بوده خیلی زود با یه سود حداقلی معامله رو بستن ولی دیدن که چقدر میتونستن اگر به اوردر خودشون اعتماد داشته باشن و فرصت سود بیشتری بهش بدن میتونستن از همین اوردری که فعال بود سودای بیشتری بگیرن و این احساس پشیمانی باعث میشه که معامله‌گرا دست به حرکات هیجانی بزنن و علی‌رغم اینکه سود کردن ولی خب سود زیادی نیست، باز هم همون روز خیلی دیر و توی یک نقطه غلط ورود به معامله بکنن و همون سود حداقلیشون رو هم از دست بدن. در واقع این احساس پشیمانی خروجیش میشه همون بحث ریونج تریدینگ یا همون معاملات انتقام جویانه.
احساس بعدی که معامله‌گر تجربهش میکنه احساس غرور هست. به شدت باعث میشه که معامله‌گرا اوردرایی که دارن کافیه که 2 تا 3 تا معاملهشون با سود بسته بشه. اونجاست که معامله‌گر مغرور میشه و اون حس طمعش دوباره حضور پیدا میکنه و یک اعتماد به نفسی رو تجربه میکنه که واقعیت امر اینه که این اعتماد به نفس کاذبیه و معامله‌گر اونجا جای خطرناکی حضور داره. اونجایی که چند تا معامله با سود میگیره خیلی باید حواسش به این غرور و اعتماد به نفسی که پیدا کرده باشه، چون واقعیت این بازارها به گونه‌ایه که شما با 1 یا 2 معامله نادرست میتونید تمام اون سودی که از چند تا معامله با زحمت به دست آوردین از دست بدین. راههای ارتباطی با آکادمی گلدر پرو: وبسایت رسمی آکادمی، کانال یوتیوب، صفحه اینستاگرام، تلگرام، ایمیل و شماره تماس‌های تهران، دبی، کوالالامپور و لندن هست. با ما در ارتباط باشین، تمام سوالات و شبهات خودتون رو با ما مطرح بکنین. کارشناسان ما هستن برای اینکه شما آشناتر بشید با آکادمی گلدر پرو و در نهایت توی یک فضای شفاف و با یک آگاهی کامل تصمیم گیری نهاییتون رو انجام بدید. خیلی ممنونم از لطف همیشگی که با آکادمی گلدر پرو داشتین و از وقتی که در اختیار بنده قرار دادین. سپاسگزارم.